اگر شما خواهید با مثل ما با تمام دنیا سفر کنید، مرامت با واتساپ اویاکس 619 زنگ زنید. بلیط های ارزان و باورناک است. آلو چگولی بادام من کلی نکی داداد ای قندو تزن زنک همین ای سحری بر وقت همین کارقپیو دیگه خیل پت خودو دیگه خیل یگو خدمت داری همین روز نه به فکرم همه کار خونه را کردم. همین خانه دا چی کار بود که تو کردی ازیره همین یه پیشک دا خوراک شده دی همینجا دا شلنقتی آب پشتی دیگه چی کاره همینجا به همیا کار نیستن مردک؟ ای خدای زنک اگر دانستن خواهی این خانه دا بغیر از تو همه کار میکند بگو مردک جان سلام برا. کلام برا مایده گشتن گیر کلام چیکار میکنی که برفته کلام نه سلام. ماشین میگیری بی وایدی بگیرم داخلش تا میسوزی خدا خواهد ناز میشکنی سلام به چی بمیری؟ میگم سلام برام خمخ شروع کنم موی سر مایکو رنگ شبنمی سرایا کنم اینم نخونکو مایکو نخونکو ما رنگ زلایخو محمد چای وکنم پاچو مایکو پاچو ما پدیکور کنم میگم مردک جان رنگ منیجه دولت با بعد زنک همی آفته چی آفته؟ رنگ همی همسایه مگم با بسته دمی آفته نه قمره من نمیستم دیگه نمیدی گوش کن من ای خطم بذارم ای زندگی تمام خونه بودم زنک صبر کن که همش خوب میشه زنک زنک جان زنک همسایه السلام علیکم همسایه جان نظمش درست میشه زنده و سلامت باشه همین کار اومدم که یه موافق شید بفکر ینگر رفتم ینگر رفت نمیبینی یک سری قرمده خیزیق میشه همسایه جان کمتر جنجال شدیم رفت میگم که همسایه جان میخوایی که ینگر بر بگردم خیلی کی نمیخواه خوز یا فوکس نشون بهتون ینگر بر میگردم برمیگرده؟ چون هیچ نمیگوی فوکس ینگر میایم خیلی فوکس هم مگم با همسایه جان من همین شب و روز اینترنت تماشا میکنم در روی اینترنت دیدم همین یک آدم مثل شما زنش رفت بعدم یک تنگره گرفت گفت زنک جان من تو را دوست میدارم با تو زندگی کردن میخوام تو ابد با تو بدن میخوام التماس برگرد گفت صف کرد سکر کم خیلی سی خفو پرتوف همین تنگه دلنگه کرد یکی زنش اومد این نه بود تو چشم دودی همسایه جان مرا چی زور اومده دروغ میگم بعد چشمم دیدم این کاکراس مگم با در کیسم یه تنگی اخیران مدارم هن ارزو ما بگم خیلی ارزو که برباد نروه بلند بگم بگم زنک جان من ترا دوست میدارم تیز بیو من رسیخ نکه این اومد شایمان شدی الان خیلی دویده کرده میایی ما ای خطم بذارم اینمی خونه و درتم من همی تنگرم میگیرم راه پولی میکنم میرم علی نوبتی شما ای بچم ها بابی جو تستر برو بس همین شما رو ما با در کجای دیگم دیدگیم بابی جان ما اوجاده بسیار میگردم او جوی شما گفتگی داخل بچه کی میشه؟ بچه اکرام میدی؟ همو اکرام اخیران توی یکی کرد همو شما رو زن داد ها بابی جان من رزن نه الهمی بچه پنجم باره که زن میگیره بابی میگرفتی شده با همش یک خونه گرفت یک خونه سببش چی باشه؟ گوش کن میدونی با چی خیلی کرد ای همه دختری کلانی خونه رو گرفت و او رو جواب داد با خواهری او رو گرفت انا با این دخترم سر داده که با او مایدکیش گرفت انا با ای وایم جدا شده که با خواهری او خواهری میاننگیشونه گرفت انا که با وایرم سر داد این خولی دختری ای همه کنجگی همه خونه رو گرفته ای سببش چی باشه بابی جان؟ سببش چی باشه؟ سبب
اکرام زاده او لبای بوبی او زنی پیشترت جواب دادی و با نو زن گرفتی بله بله بوبی جان ها اکو یک چی دیگه پرسون برای چی اکو همون زنی پیشینت سر دادی و با خواهری همون زن که گرفتی بوبی جان لبای من خشتومنم دا عادت کرده جان من ای خشتومنم دل کنده نمیتونم لبای مادر جانی عزیز هم تو ها نه دختر تو نیا گفتم من نرفتم هفته می آمده که خدا اگر خواهد بابا جانی عزیز مادر جانی عزیز ما میریم یک وقت تشویش نکشید خب نغز مانید من نزدم به کلینت آمدگی از کسال آمدگی بیمار ها من نزدم بیمار آمدگی برای همه خوب شده است خب وقتتون گرفتم عذر مادر جان اول شما مانید بعد من مولم مادر جان بعد من مولم مادر جان خب خوشتومنم خوب خدمت همین شما دکترم نه شما دکتری دندان شما دکتری دندان شما میدونی چیکار کردی منم شما ایده گیره شما مرا شناخته اصلانوف نه شما مرا شناخته اکی دکتر شما روزی گذشته آمدگی بودید روزی گذشته من دندان کنی اومدم پیش شما یاد داری آخه نه شما برای چی دندانی درمند مونده ای دو طرف 4 5 تا دندانی ساز کنده برای چی این همش از روی نقشه چه نقشه آخر من یک بار شما بینم دندانتون یک بار بینم خودم شما چه دکتر من کمتر میگردیم یا من بینم من راستی گپ نامتون چی دلشاد جان گوسفندی قشقاری سلیم بای همین خیل شد من همین متدی که پیش بردم خیلی گوسفند نقش رفت شما هم خود خاصیت سلامت میشید تو اکنون دکتر آمدن این محله دکتری آدم به این محله آمدن خودم یه میکنم دشوار باشد هم یک کسب پرشرف است به مردم یاردم میکنم ای دو طرف 4 تایی دندان کنده شما دندانای ساز کنده دندانی درمان همینجا ایستادگی برای چی آخه شما خودتان گفتید که یک ماه این دندان سبیل مانده شب و روز شما رو عذاب داد هم تو بعد من چیکار کردم من قصد شما رو از وی دندان گرفتم چه خیل گرد و اطرافشنگی دندانی همیشه کنده دندانی بیمار ایستاده است انا یک خودش میستد تنهاگی با و تاریکی با انا میبینیم که حیاتش زهر میگردد بعد شما اکا جان فراموش نکنم یک هفته باید یگان چی نخورید او پولی که شما گرفته رفیق دکتر یک هفته او سوستاد 3 ماه هیچی نمیخوریم نغز مونه